سلام، اینجا فالکد است. امروز با فال هفتگی ماها در خدمتتون هستم. لایک کن تا انرژی فال بهت برگرده. فروردین، آقایی باعث عصبانی شدنت میشه و ازش دلخور و خشمگین میشی و حتی ممکنه برای 2 وعده بینتون فاصله بیفته، ولی دوباره همه چی درست میشه. اگه خودت و یا نزدیکانت کسالتی دارید برطرف میشه. امضای سند مالی برات افتاده. یک گره هم مسائل مالیت هم باز میشه. منتظر میمونی تا شخصی برات کاری رو انجام بده و تا 4 زمان آینده از سمتش برات خبری هست. سفری رو پیش رو داری که برات روشنه. بهتر صدقه بدی. از سمت خانواده شادی برات هست. اردیبهشت، دلنگران اتفاقات گذشته و کسی که از دست دادی نباش، چون آیندت خوبه. از سمت شخصی حمایتی روی موضوع کاری برات هست. یک نیت بزرگ قلبیت برآورده میشه و بهش میرسی. حسود خیلی داری، چشم بزرگی رو زندگیته که اسپند دود کن. اگر مجردی ازدواج برات هست. سفر به سمت شهر ساحلی رو پیش رو داری. از سمت آقای میانسال خوشحالی کاری و مالی رو داری. خرداد، یکی خیلی حواسش به تو زندگیته و دوست داره سر از کارات در بیاره. خبری خوش و ناگهانی و غافلگیر کننده بسیار خوشحالت میکنه. شروع تازه تو زندگیت هست که میتونه برای مجردین ازدواج و برای متأهلین قرارداد بزرگ مالی باشه. سفری رو پیش رو داری. خانمی پشت سرت حرفایی میزنه که رسوایی نصیب خودش میشه. اگه منتظر تماس و پیغامی هستی روی زمان یک شادی رو داری. خبر خوشی از نزدیکان به گوشت میرسه. تغییر و تحولات شغلی تا 3 زمان آینده براتون هست که خوبه. تیر، آقایی اگه کسی نزدیکته که همش نصیحتت میکنه بهتره حرفش رو گوش کنی، چون صلاحتو میخواد. از سمت شخصی که تو اسمش میم یا دال یا یه داره خبر خوشی رو داری. نقل مکان و جابجایی برات هست. ناامیدی های زندگیت پوچ میشه و اتفاقات خوشایندی در زمینه مسئله احساسی رو پیش رو داری. از کنجکاوی یکی از اطرافیانت کلافی میشه و بینتون مشکل پیش میاد، ولی حل میشه. هدیه دادن بین خودت و شخصی که دوستش داری دیده میشه. تو دیدار و یا جمعی بهت خیلی خوش میگذره. مرداد، کار زیبایی و جراحی زیبایی رو پیش رو داری که برات عالیه. از سمت یک خانمی برات یک خبر خوشی هست که حال روحیت رو بهتر میکنه. تو مسیر کار اداری از یک وکیل یا فردی کاردان مشورت میگیری که به نفع خودت تمام میشه. خرید و فروش برات هست. دیدار با دوستی خوشحالت میکنه. تغییراتی رو روی محل زندگیت میخوای داشته باشی که برات خیر و روشن. از بابت خبری خانوادگی شادی رو داری. اگه با کسی هم مشکل داری مشکلتون حل میشه. شهریور، برای کاری و یا تصمیمی خیلی دودلی ولی در نهایت انجامش میدی و برات عالیه. تا زمان آینده شادمانی و جشن و پایکوبی رو پیش رو داری. ممکنه رابطت با شخصی اشخاصی به هم بخوره. کلافگی و بدخوابی های شبانه برات هست که رفع میشه. نسبت به موضوع شخصی بدبین میشی که البته حق هم داری. پولی به دستت میرسه. اگه از درآمدت هم راضی نیستی تغییر شغل یا افزایش درآمد رو داری. تماسی روی زمان 1 خوشحالت میکنه. مهر، بغض و نگرانی روی مسائل عاطفی برات هست ولی از این افکار منفی بیرون میای. موفقیت کاری رو داری. بهتر هدف جدیدی هم تو زندگیت معین کنی و براش تلاش کنی. شادمانی احساسی تا 8 زمان آینده رو پیش رو داری. اگه تو خانواده مشکلات مالی هست پول خوبی دستتون میرسه. متأهلین بارداری رو داده. اگه روی مسائل کاری و یا کار اداری به مشکلی برخوردی برات تا 7 زمان آینده گشایش اتفاق میافته. اگه تو رابطه احساسی هستی مراقب شیطنت‌های طرفت باش. یه هنری رو اگه بلدی و میخوای یاد بگیری برات بسیار عالی داده و ازش پول خوبی میتونی در بیاری. آبان،
یه تصمیم منطقی و بزرگی رو میگیری که به نفعته. امضای سند به صورت دفترخونه یا ثبتی در پیشه که روشنه. تو محیط کاری برات پیشرفت صورت میگیره. اگه با کسی به مشکل برخوردی و بینتون اختلافاتی هست برطرف میشه. برای مجردین ازدواج سنتی در پیشه که خیره. اگه منتظر زنگ تماسی هستی تا 8 زمان آینده شادی داری. پولی را بهتر صدقه بدی. آذر در زمینه یک کار اداری و قانونی کمی سختیه ولی تهش به نفع خودته. رقیب کاری شاید موفقیتت خواهد بود. اگه کسی قراره برات کاری رو انجام بده حتما انجامش میده و از سمت شخصی که متولد زمستونه یا تو زمستون یک شادمانی بزرگی رو پیش رو داری. پولی رو پس انداز میکنی که باهاش وسیله گرون قیمتی رو میخری. وابستگی عاطفی بیشتری بین خودت و شریک عاطفیت به وجود میاد. تو جمعی اظهار نظر میدی که به نفع خودت تموم میشه. پولی با رقم 4 به دستت میرسه. دی یه نظری داری که برآورده میشه و مشکلات و گره هایی که هست که حتما برطرف میشه. برای سفر به شهر زیارتگاهی رو داده. روی زمان 8 یه حاجت روایی و یا شادمانی در انتظارته. بهتره با حرفات و رفتارت باعث دلخوری بین خودت و یکی از نزدیکانت نشی. امضای قراردادی رو پیش رو داری که برات عالیه. دیدار با کسی که بهت حس خوب و آرامش میده. اگه قصد تغییرات داری حتما عملی میشه. بهتر به فکر سرمایه گذاری یا کسب و کار جدید باشی چون راه روشنی رو توی این مسیر پیش روت هست. نقل مکان روشنی هم در انتظارت هست. بهمن اگه باید کاری رو بکنی ولی خیلی دودلی حتما با مشورت برو جلو. بدگمان بودن زیادی نسبت به افراد هم خوب نیست. اگه تو چند وقت گذشته کسی باعث عصبانیتت شده این کلافگی ها و دلخوری ها برطرف میشه. گرو و مشکلات کاری رفع میشه. تا 6 زمان آینده از لحاظ عاطفی و احساسی آرامش و خاطر جمعی برات دیده میشه. مهاجرت یا جابجایی برات هست. پولی اگه طلب داری یا کسی بهت قولشو داده حتما دستت میرسه. مشکل خانوادگیت حل میشه. تماس و پیامی روی زمان 9 خوشحالت میکنه. اسفند اگه دنبال به دست آوردن پول و مالی هستی حتما دستت میرسه. پیشنهاد کاری برات هست. برای خانم ها کمی حس تنهایی و افسردگی دیده میشه ولی با حمایت و توجه یکی از نزدیکان از این حال و هوا خارج میشی. اگه منتظر تماس و پیام خاصی هستی حتما سورپرایز میشی. برای خانم ها بارداری رو داده. از سمت آقای روی یک مسئله مهم که فکرتو درگیر کرده شادی داری. از سمت کسی که تو اسمش میم داره خبر داری. تغییر شغل برات خوبه و افزایش درآمد از زمان 4 برات هست. ممنونم که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید. اگه ویدیو رو لایک نکردید پس همین الان لایک کنید. اگر هم چنل ما رو تا الان سابسکرایب نکردید لطفا با زدن دکمه سابسکرایب منو خوشحال کنید.